برگشتیم با یه ویدیو جدید دیگه. اینجا سر گویپه، ما برگشتیم با ویدیو جدیدی که شما واسه ما ارسال کردین و یه ویدیو طنز خنده‌دار درجه‌ای که واسهتون ساختیم. امیدوارم که از ما راضی باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغلش رو راحت آل بذارید تا هر زمانی که ویدیو جدید منتشر کردیم از طریق نوتیفیکیشن بهتون اطلاع داده بشه. بزن درست چرا دختر میاد از بالا؟ آروم موقعی بزنی ها. ببخشید. بله بفرمایید. میتونم شماره‌تون رو داشته باشم؟ بله بزنید. رفیق چشم بود؟ هیچیش نبود. از هماز کنه یا چقدر گوه اوی هول کرد خیلی هول کردی. من هم بودم هول میکرد. دختر عزیز شما برو آمو خود بگیرو دلی از این گوه دیگه خسته شده این دیگه خسته شده بود بعد اعصابش خورد شده بود. دیگه شما خسته شدید از این کارو بگید شما لازم ببینید تو کامنت بفرستید. خدا خیلی بودم دکتر وایسا نگاهشو میکنه. خب دوست داشتید لایک فراموش نشه بزن برید. اینجا دکتر نیست؟ سلام من دکترم، دکترای ریاضی. داره میمیره. اثبات کن. اسکش وایسا من اثبات از همیشه شیری بود دکتر ریاضی میگه اثبات کن. واقعا معلم داشتیم و معلم خودتون هم بود، استاد بزرگ بنی سعید، معلم دبیرستان ریاضی ما بود. مثل همین بود بزن مثل همین بود دقیقا مثل همین بود. بی استاد بزرگ خیلی دوستشون داریم. اگه ویدیو نگاه کنید درس ازتون گرفتیم. استاد دوستت داریم. استاد دوستت داریم. تنها چیزی که توی دفتر انضباطی من بود 3 تا صفر. چه جالب. یعنی واردی کلاس که میشدیم اینو نشون میداد آقای محقق 3 تا صفر. 3 تا صفر هم میذاشت به عنوانی شوخیه. 3 تا صفر هم میذاشت. من معلم خوبیه. من خیلی دوست دارم. اینجوری که تو تعریف کردی برای شما معلم خوبی بود، برای ما معلمی واقعا عالی بود. اینجا سانسور شد. واقعا معلم درجه یه واقعا معلم نه گل بود. استغفرالله. رامی بعد تو بلد ادامه بعدی ای بابا یا اول فاز چی بگم خیلی محکم زد. تا شد میزش کامینه میزه ندقه. وای وای پسر افتاد برا نیو شدی. اینی کاکون بسم الله الرحمن الرحیم. فاتح دختر دیگه کاکون باشه دستش میشه. نه نکنه. واردی ببینی انا نگرانشه. وای وای همه جونم درد گرفت. وای نگرانه خیلی بده دختره گله. وای دختره وای خیلی بده. خب آقای دکتر نظرتون چیه؟ پسر زنده میمونه یا نه؟ وای مهندس با این ضربه‌ای که خورد بعید میدونه. بعید میدونه. خدا بیام. دکتر ریاض داره. نه دکتر پزشکی داره. تجربی باریکالله. بزن نوشته با لذت بنوشید. همش لیموناده. همش دلستره. همش دلستره. از دلستره من دیگه ندیدم. من خیلی دیدم. من ندیدم.
من دیدم چون من نمیخورم. من دیدم ولی من نمیخورم. آب چی بعضی من فقط آب. هیچ بعضی آب نمیشه. آب دوام. دوامندش هم نرفتی. تو نرفتی من رفتم. دوام رفتی تو؟ بله تو پناهگاهش رفتم بیشتر از اون نتونستم برم. خیلی من نفس بالا کردم. رفتم. من رفتم قله. برو اونجا رسیدی به قله. خب نوشته محمد طاهروی. آقا طاها. آقا طاها. آقا طاها هستم. آقا طاها هستم. بله. داشتم میگفتم رسیدون اون بالا یه پرچم هست اسم من روشه. برو ببین. پرچم قرمز. نه زرد. سفید. من زرد. صورتی. من زرد. مشکی. مشکی رنگشه. مثل رنگ تو شای مهربونت. ایوان. Sen düşende bu galataş آخ هیچی دخترم تولده. وای وای بذار من برم. وای آخ وای درد گرفت تو روحت اینا چیزیه میفرستی خدا وای من دوست داره تک فرزنده. ادامه نده. هی دخترم نگران نباش تک فرزندی بد دردیه دردش خیلی زیاده فقط. هی برم بزن بریم Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Tekel bayi. Millet uçuruyorum şu an. پروازه بودا خوب قشنگ بود سوسماس هستیم رو به آتش کشیدی. به آرزش بربردشه دوستش خلبان بشه دیگه. الان خلبانه. ملتا به پرواز در می آورد الان ملت پرواز میده. بله. این فرق داره. عجیب. 100% فرق داره. عجیب بود نبود؟ غریب بود. برای حرف بود. خیلی واقعا این حرفی که زد پول حرف خواست خدمه بشه الان مشروع فروش شد. خوبه موفقه تو این کار. اگه تو این شغل اینا چیزی اعلا دارین اون زیر توی کارته بگید با چی شما نمیرسه؟ 1.5 بیشتر نمیخوام یه پیج برید بخوریم پرواز کنیم ویدیو واسه تو بگیم یاد ما بیفتی. داریم یه چالش هم واسه تو میگیریم انشالله یه چند روزی زمانی براتون ضبطش میکنیم و آپلودش میکنیم که کیف کنیم. عالی. اگه تا این لحظه ویدیو رو لایک و سابسکرایب نکردید هنوز فرصت دارید اما اگه نکنید دوباره فرصت ببین. فرصت رو میدم چرا فرصت ندارید دروغ میگه چطور فرصت ببین لایک رو بکنی. لایک رو نزنید لایک رو بکوبید با یه انگوش بس. با یه انگوش به با یه خدا انگوش هیچ سختی نداره خودی خوشحال میشین. اگه نزنین دیگه نمیذاریم اینا رو خدا بزنید. تو خود فشار نگیر. ای دونگاز دنیا ارزش نداره. دنیا ارزش نداره خونی کسی خوددار نکن بزن بریم. از امروز دوباره با آشکار شروع کردم به هادی چوپان بگید امسال بیشتر تمرین کنه. معتادانی ایوه عجب درم هادی چوپان سو واقعا دیگه هی چله نگاه کن خدای بازو اصلا بازوی داره اصلا ببین چه هالتری دستش گرفته این من ماشین نگاه چند کن کیلویه به نظری؟ این هالتر هست خود 200 کیلو خیلی گرمیه. خیلی گرمیه خیلی گرمی تو 200 تومنی قیمتش چقدره 200 تومن آه یه چه با عشق ما یه چه تره زیاد آیا یه چه با تره زیاد تر کن
افسان باید قهرمانی ها دور بعدی میاد مواظب باش. ما چرا این ویدیو رو لو دادیم. جلو باید اطلاع داریم که یه همچه شخصی هم از رادشو ببینی. از راسته ببین اصلا کیف میکنی. اصلا ببین اینقدر هم میکنه نگاه اون سینشا سرخ شده خون ریزی کرده بدبخت. صورتش نگاه کن کبود شده سیاه شده صورتش. اصلا چشش دور شده از که بشه آورده. Papà, sei contento oggi di non andare a scuola? Adesso sto tutto il giorno a rompere i coglioni a te. بابا خوش شایدی من نهده فیدیو میرم امتحان سیویز همه جمله دهنت سیویز میکنم تا آخرش نشته میتونه بابا یه بابا تو سرش من میدم هرچی میخوردم تو گوشش دیدن رو بلنش بهتره ده نمدی اما واقعا گوزیلا یو آمد بس بده میگه خوشحالی بابا میگه خوشحالی فرار کنه بابا همچه که باید همشه فرار کنه خدا بیاموزه آخرش میگه فرار کنه خودش فهمید چه غلطی کرده باید داره فرد کرد فرار کرد فهمید چه غلطی کرده چه اشتباهی بزرگ کرد انجام بده اگه یه همچه داداشی یا خواهرتی خانواده داری به افتخارش لایک ها بزن دیگه خب حساب اینو خورد نکن خب بزن دیگه ایش پیش چنیش یا اول فت وای با چه معروفه کمر صابر دیگه نمیشه هیچی نمیشه وای واقعا هست دخترم اینجوریه نرفتم تا رو ببینم بپرسی نه با آدرس بید من میرم چاره ای ندارم به خاطر تو به خاطر من میرم مجبونیه من دیگه میره اونجا فدا کاری هم کنم و میرم نگاه برو اونجا بگو از طرف آقای محقق اومدم و وایس کنار 5-6 قدم بیا عقب اگه دوست داری سالم بمونی میشه 5 قدم هم جلوتر سالم میمونی من خودت در میگم خیلی معلوم و چند خواهید از کمرشه گرفتیم وای دیگه تو آخر آمده نیمی رقصه اصلا نمیدونم درس عبرت وای مرسه دختر نمیگه مودی این نازه نو نداره نه فکرشو نکن چیزی تشنیم بریم بعدی امیدوارم تا اینجای ویدیو راضی باشید و تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ